بچه‌ها جون سلام، امیدوارم که هر جا هستید خوب و خوش باشین. من یه ولاگ جدید گذاشتم. متوجه هستم که شرایط الان به یه شکلیه که شاید بعضیا دل و دماغ دیدن ولاگ نداشته باشن. کاملا متوجهم. خواستم قبل اینکه این ولاگ شروع بشه بهتون بگم که محتوای ولاگ مثل ولاگ‌های قبلیه. یه سری از چالش‌های زندگی منه که تو زندگی روزمره میبینم که حالا با گوشی همراه هم ضبطشون کردم، کنار هم گذاشتم. یه ولاگ ساده از زندگی خودم درست کردم. اگر که تو حال و روحیه یه همچین محتوایی نیستین، چند هفته دیگه، یه ماه دیگه، هر موقع که دوست داشتین میتونین برگردین نگاه بکنین، یه وقتی که احساس کردید که دل و دماغش رو دارین. اگر هم که دوست دارید یه زنگ تفریح کوچیکی بگیرین، با من یه چند روز زندگی بکنید، ادامه این ولاگ رو نگاه کنید. ما یه خرید خیلی باحال و زیاد از کاسکو کردیم. از این روبرو نشون بدم. این مامانم گیری فرود گرفته. بعد ما شبا با هم دیگه مثلا سریال جیران رو میبینیم. الان میخوام با هم دیگه بامداد خمار ببینیم. اینو قاچ میکنیم، نمک میپاشیم روش، با هم دیگه میبینیم. خیلی حال میده. مثلا اینکه تون نشون بدم همینجا میذارم، بعد میذارم تو ماشین. این یه دیپ اسفناجه، گفتیم بگیریم شاید خوشمزه باشه. حالا نمیدونم با چیپسی چیزی احتمالاً بخوریم. این یه سس چیز وینگ ساسه، کم تنده. گفتم مثلا ساندویچ اینا میبرم دانشگاه سر کار، این شاید خوشمزه‌اش کنه. من خیلی اسپایسی دوست دارم. بعد این تیشرت رو تازه آورده بچه‌ها، دست میزنی بهش خیلی جنسش نرمه و تیشرت ساده هم هست. همونطور که می‌بینید من سایز مدیومش رو گرفتم، مخصوصا الان به خاطر اینکه دیگه توی اینستاگرام فعالیتی ندارم، ناخودآگاه هم خیلی آروم شده. احساس می‌کنم لازم نیست تیپ خاصی بزنم، اما یه چیز ساده میپوشم. گفتم مثلا این تیشرت ساده با یه لگینگ واسه دانشگاه خیلی خوبه. ولی همچنان سعی می‌کنم همه چی رو با هم ست کنم، همونطور که می‌بینید. این ریمله. بعد ماسک گرفتیم. این ماسک خوشمزه است. من خیلی وقت پیش گرفته بودیم، خوشمزه بود. اینو گرفتیم با شیوید خشک قاطی کنیم و خوب بشه. پنیرم نه، دفعه قبل چیزی گرفتیم. این پنیرم خوشمزه است. یه وقتی به معده من نمیسازه، ولی حالا ان شاءالله که الان خوب شده. گوجه ما یکم یه نزدیکتر، من این نرم بیام. گوجه گیلاسی، لیمو، لیز نخوری. از این چیزا مخلوط برگای مختلف که یه سالاد توپ بزنیم. بعد اینا چی بهش میگن؟ مدلین اگه اشتباه نکنم. اینجوری یه بسته آماده است، نمیتونی اینجوری صبح بندازی تو کیفت ببری. مثلا من میرم قهوه میخرم یه وقتایی همش $1 چیه، $2 $3 پوله. مثلا یه مافینی چیزی میشه که کنارش بخورم، این خیلی بهتره. بعد مامانم خیلی اصرار داشت که کراسان بخریم. خدایی این همه کراسان با قیمت $7. این بوی کرش هم که میزنه بالا خیلی خوبه. کراسان خریدیم. بعد اون دفعه اگه یادتون باشه از این برنجا گرفتیم، مخلوط برنج و یه چند تا تیکه توش مثلا چیز انداخته، شریمپ انداخته و سبزیجات. من این هفته که مامانم پیشم نبود خیلی از این خوردم. خوشمزه بود. سالم بخوام بگم نه، ولی خب کار را اندازه. شب مثلا ساعت 6 از سر کار میرسی خونه، اینو سریع پرت میکنی تو مایتابه و اینا خوبه. بعد برای اینکه این میزان پروتئین توش کمه، یه بسته هم از این میگوها گرفتم. این میگوه آلردی پخته شده و اگه نگاه بکنیم می‌بینید پوست و موست و همه چیزش گرفته شده. کوچولو هم هست. مثلا اینو با اون برنج قاطی میکنم، قشنگ اینجوری تف میدید، خیلی با خوشمزه. بعد از اینا گرفتم. ما بیا جلو، لیز نخوریم. اینو گرفتم که تو ماشین بذارم، یه وقتی ماشین توی برف و اینا بود، مثلا شیشش اینا رو لازم بود تمیز کنم بتونم. این فلفل دلمه‌ایه، گرفتم زیادم هست. به مامانم گفتم اینو خورد کن، آماده بسته‌بندی کن، بذارش توی فریزر که من موقعی که میخوام این برنج رو با این شیرینپ درست کنم یه بستم آماده فلفل دلمه‌ای داشته باشم که قاطی بکنم با این. گفت باشه میکنم. خیار. اگه یادتون باشه این نون مثلثی ها هستن کاسکو داره، من اینا رو خیلی دوست دارم. میذارم توی ایرفرایر، دورش خشک میشه،
بعد این سرش رو یه قاچ میزنم، برمیدارم توشو خالی میکنم، مثل یه پاکت میشه، مثل یه جیب میشه. بعد توشو پنیر و گوجه و حالا الان خیار و گردو و اینا تا فی خالدونش میچپونم. خیلی حال میده. مامانم داره یخ میزنه. پنیر پیتزا مامانم گرفت، میخواد برام پیتزا درست بکنه. اوه این زن انار گرفت. من با اینکه انار به نظرم خیلی خوشمزه است، من آب انار دوست دارم. خود انار رو نمیدونم چرا دوست ندارم، ولی دیگه حالا قراره دون بکنه. به چه درد میخوره انار؟ آنتی اکسیدان بالایی، بهترین میوه بهشتی. بله. بعد اسفناج هم گرفتیم. تخم مرغ کاسکو نداشت، تموم شده بود، ولی انشالله تخم مرغ بگیریم بتونیم باهاش نرگسی میگن. آره اونم درست بکنیم دوباره تو نون مثلث یا بره، خیلی خوشمزه میشه. خرید من مامانم رو آوردم یه رستورانی که سوپ فا داره، یه جور سوپ ویتنامیه و هرچی مامان من بعدش میاد، از نظر من این اصلا غذایی از غذاهای بهشته. کل این کاسه رو من خوردم، به قدری خوشمزه بود. حالا اگه دوست دارین امتحان بکنید، این رستورانیه که من میرم، این کاغذ رو میدن بهت، بعد اونجوری انتخاب میکنی که چیا تو سوپ باشه. حالا اگه میخواین یه اسکرین شاتی چیزی بگیرین، جای خیلی خوبیه. من از همه جایی که رفتم این رستوران رو بیشتر از همه دوست داشتم. بچه من نمیدونم بدون این چرخ من چجوری میخواستم زندگی کنم. الان تمام خریدا که خیلی هم زیر. آی ماما سریع بیا این بسته نشه. امروز روز دومیه که من قراره توی یه مطب کار بکنم. ساعت 9 باید اونجا باشم، الان 8:30. بعد دیگه ماشین نمیبرم چون دفعه قبل که ماشین بردم همینجوری یه جا پارک کردم، بعد موقع بیرون اومدم گفتم حالا چقدر میخواد بشه، مثلا دیگه تاش میخواد بشه $30 نداره پول که در آوردم. اومدم بیرون دیدم شده $100. اصلا یعنی مردم، همونجا یه لحظه مردم و دوباره برگشتم. امروز به خودم دارم با اوبر میرم. از تیپ و آرایش امروزم راضیم. من اینو پوشیدم تا اونجا میرم، ولی با خودم کفش بردم که توی کلینیک کفشم رو عوض بکنم. فکر کردم با اوبر بیام زودتر میرسم، نه تنها زود نمیرسم، 20 دقیقه هم دیر میرسم. کلی طول کشید تا اوبر بیاد، ترافیکه و الان تمام مغز من احساس میکنم آب داغ ریختن روش، به خاطر اینکه حساب برف و ترافیک و بچه‌های مدرسه رو باز نکردم. 11 دقیقه دیر رسیدم و دیگه از الان تا ساعت 2 اینا باید اینجا باشم و تمام حواسمو باید بدم به کار. بچه‌ها تموم شد. من یه قیافه دارم که اونم اینه، وقتی که این گونه هام شروع کنه بالا اومدن اصلا منقبض میشه این قسمت گونه ها و این از روی شعفه. من واقعا کار کردن رو دوست دارم و نه کار کردن خود کار کردن ها، به خاطر اینکه میتونم پول در بیارم. یعنی الان پول در آوردم دارم میرم خونه و انقدر ساتیسفکشن به من میده این حس. خب حسابی بپوشونم خودم و چهارشنبه هم دوباره میام اینجا. امروز دوشنبه بود، یه دور دیگه چهارشنبه میام. بعد دیگه از هفته بعد گفتم من فعلا یه شیفت میام چون خیلی تو دانشگاه خیلی کار دارم. الان یه اسایمنت دارم باید انجام بدم، سخته ولی خیلی حس خوبی دارم. پول در میارم اصلا این خون توی رگام احساس میکنم میخراشونه خیلی با سرعت میره، اصلا حالم خوب میشه. ولی خدا نکنه مثلا از اون حدی که انتظار دارم از خودم کمتر بشه. خودم میخوام پاره کنم، اصلا اینجوریم احساس میکنم من برای چی دارم نفس میکشم، من برای چی زنده. خدا رو شکر. بریم خونه. با مترو برگشتم دیگه، اوبر نگرفتم چون واقعا زیاد میشد و خیلی یخه هوا. من فردا 8 صبح باید دانشگاه باشم. تمام لباسایی که میخوام بپوشم و ببرم و آماده گذاشتم. یه دوشم گرفتم. الان با مامانم شام بزنیم. من بامداد خمار رو یه دور کامل دیدم، الان میخوام یه دور دیگه با مامانم ببینم، چون من وقتی سریال میبینم خیلی دقت نمیکنم، من سرم اینور اونوره، برام باید چند بار ببینم که تمام تیکاش دستم بیاد. لباس بپوشیم ان شاءالله، چون فردا 8 صبح باید برم و من وقتی صبح زود بلند میشم مثلا 6 اینا بلند میشم تا آخر روز
اصلا به گند کشیده میشه، سردرد و خیلی حالم بد میشه. برام باید تا اونجا که میشه زود بخوابم، همه چی آماده باشه که صبح که بلند میشم همه چی خیلی اسموت و برنامه‌ریزی شده جلو بره. ساعت 7 صبح من دارم میرم سمت ماشین. صبح بسیار افتضاحی رو شروع کردم. من مامانم بلند میشه برای اینکه سحری بخوره روزه بگیره و ساعت 5 صبح شروع کرد تو آشپزخونه آشپزی اینا کردن. حالا متوجه نبود ولی چون اتاق همون بغله با این صدا بلند شدم. بعد دیگه خوابم نبردم. من چون کلا خواب خیلی خوبی ندارم، اگه اینجوری بخواد خرابم بشه دیگه هیچی از 5 صبح تا الان همینجوری خیلی بد با حالت خیلی عصبانی و بدم از خواب بلند شدم. حالا بریم دانشگاه ان تو طول روز همه چی بهتر بشه، ولی صبح خیلی افتضاحیه. خدا رو شکر به موقع رسیدم. فقط متوجه شدم که یه اسایمنتی باید انجام میدادیم که من کامل یادم رفته بود. انشالله بخیر بگذره. واقعا هیچکی مامان آدم نمیشه. با اینکه صبح اونقدر دستش ناراحت شدم و با ناراحتی اومدم بیرون، باز ببینید لقمه برام گذاشته، روش قلب کشیده، چسب قلبی زده. من یه اپلیکیشنی دارم که ترک میکنه که کی پریود میشم و طبق اون اپلیکیشن 4 روز دیگه قرار پریود بشم. یه وقتایی ممکنه زودتر بشه، چند روز یا دیرتر بشه. بعد این هفته آخر قبل پریود قشنگ من احساس میکنم اصلا قلبم، بدنم، سیستم عصبی، مغزم انگار مثلا فتیلتو بردن بالا. انگار مثل آبی که گذاشتی روی گاز زیرش رو زیاد کرده، قشنگ مثلا دارم میسوزم. و کاملا انقدر دیگه این اتفاق افتاده میدونم که این فقط و فقط به خاطر این دوران PMSه و بعد به ثانیه‌ای که پریود میشم همه چی دوباره خوب میشه. اصلا دوباره انگار همه جا آروم میشه. الان لباس اذیتم میکنه، صدا اذیتم میکنه، بو همه چی بدنم حساس تره، تمام سنسام حساس تره. الان مثلا موم داره میکشی داره اذیت میشم. دلم میخواد فقط استراحت بکنم، یه چیزی بخورم و نور کم باشه. این چراغا پاشم خاموش کنم و نمیتونم چیکاری بکنم دیگه. مجبورم سر کارم و برم عادی رفتار بکنم. آخش حالا الان یه دونه میتینگ دارم ساعت 11:30 اون که تمام بشه احتمالاً میام جا دراز میکشم. امروز بچه‌ها خیلی تو آفیس نمیان، به خاطر همین بیشتر منم. Not allowed to use social media or any other platforms, and they are like all actively using the discussion forums. من برنامه‌م بود برم رو اون دوشک بادی که خودم آوردم بخوابم. یکی از همکلاسیام رفت خوابید روش، خور و پفی بود که راه انداخت. دیگه من نتونستم خودم استفاده کنم. من یه کلاس درس میدم و دیگه میرم خونه. اصلا دیگه جون ندارم بمونم. کلاس گروهی ورزش بچه‌های والیبال دانشگاه. من سیر دلم تونستم دیشب بخوابم. فکر کنم از ساعت 9 اومدم تو تخت، الان ساعت 8 صبح. خیلی حال داد. ولی به خاطر اینکه 3 روز دیگه هنوز به پریودم مونده، هنوز اصلا بدنم یه حالت خوبی نداره، از لحاظ روحی خیلی داونم. یه کاری که خیلی خوبه بکنم و سعی میکنم یه روزایی بکنم اینه که صبح که بلند میشم این تخت خوابم مرتب میکنم. چون تخت که مرتب میشه همون اول صبح اولین کاری که از تخت میای بیرون انجام میدی یه کار مفیده که در جا هم نتیجهش رو میبینی. و حالا نه لزوما به خاطر اینکه تخت تمیز بشه، به خاطر اینکه این مغز رو پرایم میکنه، اون حالت روحی تو رو آماده میکنه و تا آخر روز تو میفتی روی دور این که بخوای کارا رو انجام بدی درست. کار رو انجام بدی، یعنی یه دوپامین ریزی تو مغزت میزنه وقتی تخت مرتب میشه، یه کاری انجام میشه و تو نتیجهش رو در جلو چشت میبینی. نمیدونم خوب گفتم یا نه. برای اینکه مغزت آماده بکنی برای داشتن یه روز مفید، کار خیلی خوبیه. من الان پا میشم، اولی کاری که میکنم اینه که این تخت رو مرتب کنم که خیلی هم کار سختیه. این پتو برقیه بچه‌ها. من شبا کولر نمیزنم، پتو برقی میزنم. تسکه اول تمام. من دور خونه گشتم، همه جا رو مرتب کردم علاوه بر تختم. یه حمومم رفتم، الانم میخوام ورزش کنم. بعد چون داریم همزمان بامداد خمار با مامانم میبینیم دیگه آهنگ نمیذارم، من ورزش میکنم
مامانم هم بامداد خمار میبینه. خدا رو شکر اوضاع پوستیم خوبه، فقط یکم خشکه چون وقتی قبل پریود یه جوری میشه پوستم که مثلا نمیدونم حالت جوش نه ولی اون حالت خوبش رو از دست میده، ولی این ماه به نظر میاد کم بشه اوکی. بقیه صحبت میکنیم. احسن. محروس و محفوظه. ایزن سهم جناب بسیارالملک که از این بلندکاری و نگهداری غلجات. چیکار میکنی؟ من میبینم از اون زنده میشه وقتی نمیبینم تو میبینم. 48 دقیقه ورزش، بریم حاضر شیم. تمام لباسایی که میخوام بپوشم زیر و رو همه آماده اینجا. بریم بپوشیم. بگو زود بیاد اینجا کارش دارم. من امروز دارم از همه اول صبح که دیگه ظهره با مترو میخوام برم، چون اگه بخوام با اوبر برم بیام خیلی هزینه میشه. یه کلام از چیزی که در میارم اون وقت باید بدم فقط پول اوبر. نیم ساعت زودتر رسیدم دیگه، استرس ندارم، قشنگ برم بشینم، اینجوری راحت تر میتونم ترانزیشن داشته باشم از حالتی که صبح بلند شدم پی زندگی خودم بودم حالا اومدم سر کار. انشالله امروز روز خوبی باشه. امروز روز آخر ترینینگمه، یعنی که از هفته دیگه کسی با من قرار نیست باشه، من تنها ام. بریم انشالله روز خوبیه. ساعت تقریبا 7:30 شبه، من دیگه دارم میرم خونه و از خستگی و گشنگی دارم میمیرم. این اصلا یه حالت اصلا روحیم پایین اومده، میدونم به ثانیه که یه چیزی بخورم حالم خوب میشه، چون از وقتی اومدم دیگه هیچی نخوردم. یه کار خوبی که آدم میتونه انجام بده واسه سلامتیش اینه که ریزخواری رو انجام بده. یعنی حالا فاستینگ یه بحثه، این که مثلا من سعی میکنم ساعت 6 به بعد چیزی نخورم تا فردا، ولی بین وعده ها هم آدم چیزی نخوره و بذاره احساس گشنگی اتفاق بیفته، اینم خیلی کار خوبیه. من چون معمولا نمیتونم مگر اینکه مشغول کاری باشم، گفتم بذار از فرصتی که اینجا دارم استفاده کنم، چون مشغولم مثلا نمیفهمم زمان چجوری میگذره، اصلا به غذا و اینا فکر نمیکنم، ولی وقتی تموم میشه یک حس گشنگی میاد. و الان دیگه دارم میرم خونه، دیره ولی خب ساعت 7:30 من تا برسم غذا بخورم میشه 8، خیلی نزدیک به ساعت خوابم میشه غذا خوردن، این ایدئال نیست. خب عوضش اون قسمتی که میتونستم یه 5-6 ساعت بیشتر از ساعت 12 تا الان چیزی نخوردم که 7:30 شبه. این آدم باید سعی کنه هر جا که دستت میرسه یه کاری بکنی، نمیشه همیشه یه روتین و یه سیستم رو جلو ببری، چون اینقدر همه چیز بالا و پایین میشه. باید آماده باشی اوضاع که تغییر کرد تو هم یه جوری وارد عمل بشی و سعی بکنی حالا اگه فاستینگ ورزشه تو هر ساعتی که میتونی. من برای اینکه از بیرون غذا نخرم تو خونه خودم دارم غذا درست میکنم. تا اینا هم همه آماده است، از کاسکو گرفتم، اون برنج آماده است، اون میگو آماده است، فقط میریزیم توی قابلمه هم میزنیم یه حرارت بهش میخوره، ولی خوشمزه است. یعنی واسه کسی که تنبلن و حوصله غذا درست نکردن ندارن مثل من خوبه. 6:30 صبح من تا نیم ساعت دیگه باید جلو در باشم، لباسم رو پوشیدم، سریع آرایش کنم، یه آرایش ساده، چون من صبح قهوه میخورم توشم یه کالم کلاژن میزنم. حالا نه واقعا فایده داره یا نه، ولی حداقل پروتئین دیگه، پروتئین برای مفصل و عضله و پوست و مو و اینا باید خوب باشه. هفت و 5 دقیقه از در زدم بیرون. مامانم کلی بهم خوراکی داده که فکر نمی‌کنم اصلا وقت بشه بخورم. امیدوارم که به موقع سالم برسم، چون شاید برف اومده باشه. من کل راه داشتم پادکست گوش میدادم راجع به دیابت و نمیدونم اینجور چیزا بود. بعد دیگه الان دم دانشگاه که رسیدم 5 دقیقه آخر گفتم بذار آهنگ گوش بدم. بعد یه پلیلیست دارم که یکم باید بهش آهنگ اضافه بکنم چون دیگه داره قدیمی میشه، ولی یه آهنگ رضا بهرام هست که اسمش چی بود؟ بعد مثلا هر دفعه اینو گوش میدم مثلا این دوپامینم میزنه بالا. آهنگ جدیدش هم هست. خلاصه الان خیلی حالم بهتر شد چون اینجوری بودم.
بعد پادکستم راجع به دیابت و کوفت و زهرمار و اینا بود، لو کارب رفتن و نمیدونم شکر نخوردن و اینا، همینجوری گوش میکردم و میگفتم وای راست میگه، منم نباید انقدر چه میدونم کیک و شیرینی و فلان بخورم. یعنی همینجوری که ندامت ذهنیمو داشت بیشتر میکرد، مثلا چون الان قبل پریودمه و یکم داونم، این ندامت ذهنی من اکتیو تر از حالتهای گذشته است. بخاطر قطعش کردم، آهنگر رو گذاشتم، خیلی حالم بهتر شد، دوپامین اومد بالا، الان اینجوری مقدار با روحیه بالا میرم توی کلاس. بریم دیگه. یه شام رمانتیک با مامانم. عجب تدیکی زدی زهرا. این استخونه. چه مغزی داره. خب امروز جمعه است، من تعطیلم، میتونستم دانشگاه برم، تصمیم گرفتم که این هفته چون خیلی هفته سختی بود خونه بمونم و بیشتر استراحت بکنم. ان شاءالله هفته دیگه یه مقدار فشار رو میبرم بالا. این هفته قبل پریود نمیدونم از اول ولاگ چقدر گفتم ولی خیلی بهم سخت گذشت. یه لحظه خوبم، دوباره یه لحظه میام پایین. این قشنگ هورمونام دارن با هم بازی در میارن. الان یه ورزش خیلی توپ کردم با ویدیوی 28 خودم و یه بار هر دفعه با این ویدیو ورزش میکنم که توی اون یکی کانال گذاشتم متوجه میشم که این مدل ویدیوها احتیاج به یه مقدار اصلاح داره که ویدیو فالو کردنش راحت تر و افکتیو تر باشه که ایشالله توی برنامه‌ام هست بکنم. ولی خود ورزش ها، خود سیستم تمرینی که من چیدم انقدر خوبه، انقدر به خودم اگه انقدر حال میده، اگه انقدر احساس خوبی بعد ورزش دارم، این گواه برای من که اینا برنامه‌های خیلی خوبیه. و من همین گوشه خونه خودم دارم ورزش میکنم، هیچ جا هم نرفتم، این تو خونه لباس پوشیدم، زندگیمو مرتب کردم، کارامو کردم، پریدم ورزشم کردم، الان حاضر میشم میرم بیرون. چون از خیلی‌ها میشنوم کسایی که باشگاه میرن یه وقت خیلی زیادی رو میذارن برای اینکه برن برگردن و این تایمی که میگیره باعث میشه طولانی مدت نتونن اون ورزش رو انجام بدن و بعد یه اتفاق دیگه هم میفته بعد یه مدت، چون نمیتونم مثلا ورزش تو ذهنشون اینجوری جا افتاده که بعد حتما بری توی جیم و تو اون شرایط براشون شکل گرفته و مدل دیگه ای رو دیگه ذهنشون پذیرا نیست. و چون نمیتونن اون مدل ایدئال ذهنشون رو انجام بدن، اون مدلی که عملی تر و کاربردی تر هم نه به ذهنشون میرسه، نه اگه ببینن مشتاق این میشن که انجامش بدن. یعنی مقدار این بازی ذهن. حالا خدا رو شکر من برای خودم جا انداختم که همینجا تو خونه میتونی بهترین ورزش رو بکنی، بهترین حس رو بگیری و ورزش بشه بخشی از زندگیت. میدونی چی میگم؟ یه چیز بگمتون، توی این کلاسایی که ما داریم، کلا درسی که من خوندم، یه چیزی داریم به نام استرس ریکاوری ادپتیشن. یعنی تو به بدنت با ورزش استرس وارد میکنی، بعد یه تایم استراحتی تا استرس و ورزش بعدی پیدا میکنی، بهش میگن ریکاوری تایم، و توی این تایم ادپتیشن اتفاق میفته. یعنی بدنت به اون استرسی که بهش وارد کردی مقاومت پیدا میکنه. بعد این میشه قوی شدن. یعنی قوی شدن اینه که تو زیر استرس قرار بگیری، حتما هم باید استرس باشه. یعنی اگر شرایط راحت باشه و به بدن تو استرس وارد نشه، قوی شدن هم اتفاق نمیافته. حالا همین استرس ریکاوری ادپتیشن تو تمام جاهای دیگه زندگی هم هست. چون من بعد چند سال خیلی مسیر زندگیمو خیلی عوض میکنم و الان دوباره توی جای جدیدی افتادم، کار جدید، آدمای جدید، دانشگاه جدید، همه اینها مخصوصا تو این هفته خیلی بیشتر فهمیدم که چون همش جدیده و من باید خودم رو پیدا بکنم، خودم رو ثابت بکنم، روابط بسازم، همه اینا مهارت‌های جدید یاد بگیرم. همون مهارت رو باید با فاصله خیلی کمی از زمانی که یاد گرفتم جلوی اون کسی که حالا سوپروایزرم، رئیسم، استادم، هر کی هست، سریع باید مثلا اون مهارت رو نشون بدم یاد گرفتم و پیاده بکنم جلوش، به طور عملی نشون بدم. بعد اینا خب استرس ایجاد میکنه. از یه طرفم چون شکستیم مثلا یه وقتی مثلا نمیتونی یه چیزی رو به یاد دادن، تو باز اشتباه انجام میدی، بعد اون لحظه یه جوری میشه آدم، یه لحظه انگار خورد میشی و بعد باید بلند شی، خودتو صفر بکنی، بری مثلا یه بار دیگه انجام بدی. ممکنه یهویی که به تشر بزنه، مثلا سوپروایزر ما خیلی به همه تشر میزنه، یه وقتی دیگه اصلا همه خندهشون میگیره انقدر که تشر میزنه، ولی وقتی هم که میزنه، مثلا جمعه پیش من واقعا حالم بد شد، یعنی کل ویکند اصلا داون بودم به خاطر شدت تشرایی که زده بود.
اما حالا که الان یه مقدار دارم بعد ورزش و آخر هفته نگاه میکنم، این استرسی که داره وارد میشه تو این زمانی که الان مثلا من تو این شرایط جدیدم و ریکاوری هایی که بینش میفته باعث میشه که من هی مقاومتم و قدرتم بره بالاتر، هی این محیطی که الان توش هستم توش قوی بشم و بتونم برم مرحله بعد. و چون این کانسپت استرس ریکاوری ادپتیشن رو من همیشه میگم اگه یه جا وارد میشم باید همه چی رو بلد باشم، باید از اولش بدونم، تا گفتن من باید بفهمم، تا هر چیزی شد. به خاطر همین چون این حالت ایدئالگرایی رو داشتم تا همین الانشم خودم رو تو محیط‌های مختلف نمی‌بردم، مثلا میترسیدم با آدمای جدید نمیرفتم حرف بزنم، چون که استرسا بود دیگه، ممکنه همه چی خراب بشه و من برای اینکه غرور خودم رو حفظ بکنم مثلا خودم تو شرایط جدید نمیذاشتم. ولی اگه آدم یه قدم بیاد عقب و من فکر می‌کنم اگه خیلی از این کارا رو، این استرس هایی که مثلا الان داره بهم وارد میشه، اگه 10 سال پیش مثلا وارد شده بود که مثلا من فکر کنم 10 سال پیش آدم یه سری چیزا رو دیگه برای خودت حلشون بکنی، اون استرس ریکاوری ادپتیشن اتفاق بیفته و تو دیگه مثلا تو هیچ شرایط دیگه مثلا جلوی یه جمع حرف زدن به استرس وارد نکنه، چون سالها قبل بدنت اینو برات حلش کرده. دیدین یه سریا چقدر راحتن، شاید چرت و پرت محضن بگن و هیچی هم بلد نباشن ولی راحتن، حالا تعدادشون زیاد نیست ولی هستن، یعنی براش این قضیه حل شده است. حالا من این چند وقته از رو رفتار خودم و اتفاقایی که میفته متوجه شدم که این چیزی که ما تو ورزش سالیان سال داریم راجبش حرف میزنیم که باید به عضل استرس وارد بشه، فلان بشه، ال بشه و باید مثلا یه تایم استراحتی بیفته و عضل سازی میشه، همین این تو تمام قسمت‌های زندگی معنی پیدا میکنه و آدم، من یه روزی بچه داشته باشم که ایشالله امیدوارم اتفاق بیفته، از همون بعد به تولدش شروع میکنم یه سری چیزا رو که حداقل به ذهن خودم میرسه که میتونه مقاومش بکنه نسبت به شرایط محیطی و اجتماعی و مدرسه و دانشگاه و کار و دنیا و همه اینها، تو موقعیت‌های کوچیک کوچیک سعی میکنم اون استرس ها براش ایجاد بشه و بتونه بهشون مقاومت ادپتیشن پیدا بکنه که مثلا وقتی که 20 سالش شد یه سری چیزا براش حل شده باشه، اصلا یعنی جزء معضلات زندگیش نباشه. حالا ان اگر که قسمت شد. یه چیز دیگه که من در رابطه با خودم فهمیدم اینه که یه مثلا شب قبل اینکه پریود بشم یا چند ساعت قبل اینکه پریود بشم یه گریه اساسی میکنم، واقعا یعنی گریه اساسی، و بعد پریود میشم و اینجا دقیقاً این اتفاق افتاد، یه گریه اساسی 2-3 ساعت بعدش پریود شدم. ساعت 5:30 صبح من بلند شدم ورزش کنم. 5:30 صبح فکر کنم دفعه دومه دارم تو زندگی این کار انجام میدم. دفعه قبلش دیروز بود. بیست و 22 دقیقه ورزش کردم، بیشتر از اینم نه جون دارم نه وقت دارم، باید سریع حاضر بشم که برم دانشگاه، چون 8 باید دانشگاه باشم، مامانم هم رفته و خودم غذا درست بکنم، چون من بیشتر روزهای زندگیم دیگه از همین کله صبح شروع میشه. متوجه شدم اگه بخوام ورزش کردن اینا رو به بعدش منتقل بکنم تقریبا اتفاق نمیفته. صبح 20 دقیقه ورزش بکنم بهتر از اینه که بخوام صبر بکنم حالا یه وقتی یه جایی 40 دقیقه 50 دقیقه پیدا بکنم و نه فقط اون، مثلا جون و روحیش هم باشه. الان میدونم خیلی سخت بود، یعنی من ساعتم که زنگ خورد بیدار شم، در واقع میتونم بگم مثلا هیچ موتیویشنی نداشتم که بلند شم، یعنی با حداقل انگیزه بلند شدم و یکی از بچهای کلاسمون بهم گفتش که صبح ساعت 4:30 بلند میشه میره باشگاه، یعنی حتی تو خونه هم نه، ورزششو میکنه، میاد خونه دوش میگیره میره سر کار. اون که اینو گفت یه جرقه‌ای تو ذهن من زده شد که منم سعی کنم حالا نه مثل اون ولی در حد خودم این کار رو بکنم. و الان یه اتفاق خوبی که میفته اینه که ورزش که میکنی این پوست آدم جون میگیره، میبینید انگار که رفتی فیشال، یعنی من آرایش بکنم خیلی خوب میخوابه، یعنی فواید دیگه هم داره، پوست دیگه اون خشکی و خستگی که صبح بلند میشی نداره.
خب خدا رو شکر 20 دقیقه ورزش کافی هم هست. آدم باید هر چیزی رو حتی اگه زیادترش خوبه، مثل من یعنی 45 دقیقه ورزش کرده بودم خیلی بهتر بود، ولی الان من 20 دقیقه میتونم بگنجونم. اون چیزی که دستت میاد و انجام بده. انقدر به فکر با خودم هم در واقع ایدئالگرایی نباشیم. این آبی که بعد ورزش میخوری یا حین ورزش اصلا جذب میشه میره پایین، همینجوری خیلی میچسبه آب ساده. من یه تقریبا 2 ساعت وقت داشتم. اینجا آفیس ما تو دانشگاه است. یه چند تا بلک قبل‌تر گفتم میدون از این دوشک‌های بادی آوردم. این شکلیه. بعد یه وقتایی بین کلاس روی این میگیرم میخوابم. الان خوابم نبرد ولی خب خیلی حال داد که بدنمو توی این موقعیت افقی قرار دادم. بعد بعضی از بچه‌ها همینجوری دوشک میذارن، اگه من روی نباشم میان روی این میخوابن. الان استراحت کردم، یه ربع دیگه باید بلند شم. یه دونه کلاس فیتنس اسسمنت لبه آزمایشگاه که من یکی از تی آشم، تیچر اسیستنتم و خیلی خوش میگذره. یه سری از بچه‌هامون هستن خیلی همدیگه رو اذیت میکنیم، شوخی میکنیم، خیلی به من خوش میگذره. یعنی نمیدونم معلومه یا نه، مثلا این صورتم مثلا میام اینجا، مثلا این گونه هام همش بالاست، یعنی همیشه یه لبخند رو صورتمه. بعد روزایی که نمیام خیلی اذیت میشم، به خاطر اینکه خونه میمونم تنها. بعد اون دوپامین و اون هیجانی که اینجا دارم و خب بچه‌ها که اینجا هستن خیلی حالمو خوب میکنه. خونه که میمونم خیلی حالم بد میشه، این قشنگ مودم شدیداً میره پایین. الان قشنگ با اینکه اینجا هم مثلا تو خونه نیستم، سر جام نیستم، نمیدونم پول پارکینگ دادم، هوا سرده، با همه اینا، با اینکه مثلا شرایط کامفتبل نیست، ولی به خاطر اینکه مودم خوبه، روحیم بالاست، همه چی رو میتونم تحمل بکنم. یعنی واقعا روحیه نصف قواست، واقعا همینه.